بعد یک ماه اومدیم سراغ شما. سلام بچه‌ها، خوش اومدید به ویدیو دیگه از کانال من حمید رضا هستم و اینجا چنل تکس هتله. بچه‌ها امروز بعد از یک ماه دوری از یوتیوب و ویدیو گرفتن اومدیم براتون یه ویدیو چالش خفن بگیرید. بچه‌ها همونجوری که میدونید ما توی یک ماه که نبودیم همتون اکثرا امتحان داشتیم و منم توی این یک ماه امتحان داشتم. خوب و بد هرچی بود گذروندیم، ولی امروز اومدیم با یه ویدیوی بمب چالنجر کاپ برای شما ویدیو بگیریم. پس تا آخر ویدیو همراه من باشید، کانالم ساب کنید. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب ما اینجا وارد بازی میشیم تو قسمت چالنجر کاپ. میبینید که ما از 6 تا 5 رو رفتیم و آخرش میخوایم با شما بگیریم. بچه‌ها توی این قسمتش گفته که 2 تا گل بیشتر نخورید و بازی هم ببرید. خب بچه‌ها اینو بگم که ما توی این مدتی که نبودیم فران تورس 5 ستاره و کولمانی 5 ستاره رو رسیدیم که این پیشرفت خوبی بود، ولی نتونستیم ویدیوشو برای شما بگیریم و بذاریم. خب بازی شروع میشه. کوین دی بروینه پاس میدیم به فران تورس. همین اول هجومی با شروع کنیم. پاس برای کولمانی، اقدام به شوت زنی، بعدن بهش ریباند میشه و برمیگرد. گالگر پاس میده به فرناندو. کوکوریا توپو در اختیار داره. عثمان دمبله رو ببریم توپو بگیریم ازش. کیمپمبه رو بیاریم. حالا اینجا کیمپمبه توپ گیری میکنه. یه پاس خوب برای کولومانی و توپ بعدی که کولومانی از دست میده. حالا اینجا عثمان دمبله رو بیاریم بگیریم ازش. عثمان دمبله توپ گیری میکنه. پاس برای وینیسیوس جونیور. یه خطا روی وینیسیوس جونیور صورت میگیره از سوی هافبک تیم هری. تا فالوران پاس بدیم به کیمپمبه. کیمپمبه یه پاس برای انکونکو که توپش لو میره. خود کیمپمبه پاس گیری تو با صورت میگیره. حالا پاس برای تو هرناندز. یه فرار او از تو هرناندز. یه سر توپ بزنیم. پاس برای کولومانی. ضربه کولومانی و یه ضربه خطرناک از کولومانی که توپ به بیرون میره. بیاریم یکم جلو مهاجم و دروازه‌بان میزنه به زیر توپ. ضربه سر اولو میزنیم. حالا یه پاس برای فران تورس. وینیسیوس رو میبینه. وینیسیوس میکشه به چپ و راه. خود فران تورس میاره رو چپش. بینی ضربه خطرناک از تییاگو سیلوا به خود زده. که نور گوشی هم زیاد کنیم اینجا. این کم بود. حالا انکونکو یه سر توپ. یه ارسال بلند. وینیسیوس جونیور رو ریباندش تو بعد نه کش ریباند میشه. حالا جکسون توپو میگیره و پاس میده به مادوکه. فران تورس رو بریم توپو بگیریم ازش. پاس دوباره برای خود جکسون، ولی کوین دی بروینه اینجا خوب عمل نمیکنه. جکسون داره رد میکنه. تو رو میبرین. جکسون موقعیت خطرناک و یه گل ضعیف ما خوردیم. چون گل مزخرفی خوردیم ما اومدیم نذاریم توپ بره تو گل. برگشتش کوکوریای دهنسری زد و رفت تو گل. ما امیدمون از دست نمیدیم. همین اول بازی ایشالا کامبک رو میزنیم. نیا کنید یک گل بسیار مزخرف ما خوردیم. حالا اینجا فران تورس همین اول کاری باید گل بزنیم بهش و توپی که لو میره. توپ فان گالگره. حالا کوکوریا عثمان دمبله رو ببریم توپ ازش بگیریم. توپ همین جوری که گفتم میگیریم میبریم به کنارا. یه سر توپ بزنیم. یه حرکت نمایشی از عثمان دمبله. میتونیم اقدام شوت زنی بکنیم. ضربه و توپ به بیرون میزنن. یه واقعی که گل خوردیم دیگه داریم میکنیم تو بوتی که مردیم. عثمان دمبله دوباره میتونه یه حرکت زیبا رو صورت بده ولی توپشو میزنن. دوباره پاس برای انکونکو. کوین دی بروینه رو باید میریم برای توپ گیری. پاس برای جکسون. آفرکا کجان که انکونکو داره توپ گیری میکنه. حالا کیمپمبه هم رد میکنه. خطرناک این انکونکو ولی توپشو کوین دی بروینه میزنه.
کولومانی یه پاس برای وینیسیوس جونیور. حالا میتونه فرار کنه وینیسیوس میتونه فرار کنه. وینی و ضربه خطرناکی یه تبدیل به گل نمیشه و بازی هنوز یکی به نفع چلسیه. حالا ضربه سر توسط کولومانی یه پاس برای وینیسیوس جونیور. این یکی باید گل شه. وینیسیوس جونیور یه پاس برای فران تورس. خود وینی خطرناکه و توی دروازه. گل اول وینیسیوس جونیور برای ما به ثمر میرسه با پاسکاری فران تورس. اولین گل بازی رو برای ما وینیسیوس جونیور میزنه که بازی یک بشه در نیمه اول. نیمه اول تموم میشه و باید ببینیم انرژی بازیکن در چه حدیه. بریم ببینیم. خوبه، نه انرژی بازیکن ها خوبه بچه‌ها، برای نیمه دوم خوبه. بازی جکسون شروع میکنه. انکونکو به دنبال توپ. پاس برای مادوکه میاد به استقبالش فران تورس ولی توپشو نمیتونه بزنه. تئو این بار باید توپشو بزنی. تئو توپشو میزنه و تبدیل به کورنر میشه. حالا توپ دست دروازه‌بان فکر کنم. بله ماکسیمانیان توپو به کوین دی بروینه میسپاره. یه پاس بدیم به کوادرادو. حالا دمبله میتونه ببینه خود کوادرادو رو. یه پاس و بازم قطع ارتباط صورت میگیره. حالا این وقت کوکوری فرار کرده. توپو میده به انکونکو. کیمپمبه توپشو به راحتی میزنه. یه پاس برای وینیسیوس تغییر منطقه بازی. حرکت نمایشی زیبا. بازم توپشو زد. فران تورس نمیتونه توپ گیری کنه. پاسکاری خوبی هم میکنن واقعا بازیکن چلسی با اینکه رباته ولی خوب پاسکاری میکنه. حالا توپو ما میگیریم. یه تغییر منطقه بازی به خوبی. کوادرادو میبینه دمبله رو. به دمبله انکونکو رو میبینه. یه پاس برای وینیسیوس جونیور. خود وینی ضربه و نه دیگه دوباره به بود. یه پاس برای فران تورس رو میاریم به راست. فران تورس تو زاویه. فران تورس ضربه زیبا و توی دروازه. زیباترین گل فران تورس رو با این اکانت میزنیم ما. فران تورسی که بغل پای بسیار قشنگی میزنه برای من. نگاه کنید بچه ها. گلو میاره به راست. یه پاس وینی میگیره میاره به راست و یه ضربه بسیار زیبا و غیر قابل مهار. حالا اینجا بازی 2-1 میشه به نفع ما. چلسی عقب افتاده. پاس برای جکسون اروین. میبینه مادوکه رو. وینیسیوس استقبالش میاد. حالا جکسون خطرناکه. ضربه و بلاک میشه. پاس برای انکونکو. یه پاس خوب. حالا این بار وینی میتونه بازم فرار کنه ولی توپش نمیرسه. جکسون توپشو میزنن ولی هم تیمی صاحب توپ میشه. وینی داره خوب بازی میکنه بار ما تو این بازی. حالا یه پاس برای کولومانی کیو میبینه؟ خود وینیسیوس بازی رو نگه میداره. کوادرادو. یه پاس برای عثمان دمبله. یه پاس خوب برای کولومانی که توپ نمیرسه بهش. بچه این واقعا این چالنجر کاپا رو برید. خیلی به نظر من یه ایجنت خوبی میتونه ازش به دست بیاری. یه موقعیت خطرناک. ارسال و نه ریبان میشه رو ریبان فران تورس. دوباره فران تورس چه والی زد بچه ها. اگه بشه نگاه کنیم با هم. نه رشد کردیم ولی چه والی قشنگی زد. حالا بیاییم اینجا تعویض کنیم. رودریگو کیزا جاسمان دمبله میاریم اینجا. وینی جونیور تعویض میشه. امباپه و بنزما رو میاریم نوک. خب تعویضا هنوز صورت نگرفته. هر وقت صاحب توپیم تو بیرون بدنیم. بله همینجا صاحب توپ کنیم و با دیگران زدیم بیرون که تعویض انجام میشه. تعویضایی بسیار بچه نکنیم. الان من فعالیتی گفته رو انجام دادم. میتونم اسکیپ کنم ولی تا آخرش میدم. حالا جود بلینگام. یه پاس برای بنزما. یه پاس خوب برای
امباپه یه موقع خطرناک و دروازه‌بان سیو میکنه به زیبایی. تعویضا همیشه خوب بوده برای من. حالا اینجا یکم دقیق تنظیم کنیم این کی میتونه ضربه بزنه. بدون ارسال بلند، ضربه از کیلیان امباپه و توی دروازه. این بازی در حد بریم سوپر گل میزنیم. این یه ضربه والی زیرتاق بسیار زیبا و قشنگ توسط کیلیان امباپه. نایس عالی. نکنید ضربه والی زیبا خیلی قشنگ واقعا. حالا بازی 4-1 میشه. دوباره عقب افتاده طبق معمول. امباپه خیلی خوب داره عمل میکنه میره و پایان بازی بازی 4-1. 3 تا فران تورس میزنه و یه دونه امباپه. حالا اینجا بیایم ایکس پی رو دریافت کنیم. جوایزم که براتون میتونیم بگیریم شما ببینید. حالا بچه ها ما بعد از اینکه جواز رو دریافت کردیم میخوایم بریم براتون 4000 یورو 4000 کا ایجنت بزنیم که باکسنی خفن هم داشته باشیم. آخر ویدیومون قولشو داده بودم. اینجا جوایز دریافت میکنیم میایم بیرون. این تو قسمت ایجنت دوباره اومدیم اینجا. چرا اینجا این جوایز هم داره بگیریم که کامل بتونیم ارتقا بزنیم. حالا میایم تو قسمت ایجنت ها بچه ها. میایم تو باکس سومی. خب میریم برای 1000 تای اول. 1000 تای اول رو میزنیم ببینیم چه کسی به ما میده. 1000 تای اول اولین بازیکن قرمز و بازیکن بلکی نداریم تو 1000 تای اول. میریم برای 1000 تای دوم. 1000 تای دوم شارژ میکنیم ببینیم چه کسی به ما میده. 1000 تای دوم اولین بازیکن قرمز بلکو بده که میده. بلکو میده. کشورشو نشناختم سریع رد شد. ارسال و بله مدافع هم است. از اون کشور مدافع بلک کیه؟ بله آقای دیوید آلابا. بسیار عالی. مدافع 86 با ما میده که خیلی خوبه. خیلی خوب. نایس. این برای 1000 تای سوم. 1000 تای سوم میزنیم ببینیم چه کسی به ما میده. و بله توی 1000 تای سوم بازیکن بلکی رو نداریم. میریم برای 1000 تای چهارم. 1000 تای چهارم هم شارژ میکنیم چه کسی به ما میده. بله بازیکن قرمز میده و بازیکن بلک بازم نداریم. میریم برای 1000 تای آخر. 1000 تای آخرم میزنیم ببینیم چی میشه. بله اولین بازیکن بلک 1000 تای پنجم از کشور برزیل. یه مهاجم هم هست اینجا. یه پام عوض میکنه. یه حرکت زیدانی هم میزنه. بله کسی نیست جز آقای فکر کنم گابریل مارتینلیه بچه ها. بله گابریل مارتینلی 84. نایس خوبه ما راضیم. و بله بازیکن قرمز دیگه هم در کار نیست. بریم برای دریافت بازیکن بالای 87 خود باکس. اینجا رو ریسیوش میکنیم. بریم اینجا دریافتش کنیم. خب اوپنش میکنیم ببینیم چه کسی به ما میده. این بازیکن از کشور فرانسه. یا مهاجم یا هافک رد میکنه. حالا ما اسکیپ میکنیم. اسکیپ شو. اسکیپ و بله انگولو کانتر به ما میده بالای 88. خیلی خوبه بچه ها. انگولو کانتر رو حتما اگه میتونید بگیرینش. این بود از ویدیو امروز. خب خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراه من بودین. اگر از ویدیو خوش اومد ویدیو رو لایک کن، چنل سابسکرایب کن و زنگوله بغلش هم بزن که هر وقت ویدیو باشم نوتیفیکیشنش برای شما بیاد. و در آخر بچه‌ها ما تو این یک ماه که نبودیم چنلمون خیلی افت کرده. حالا در هر صورت حالا تازه اینکه ما با اینکه تازه کارم هستیم بازم افت کرده و ما حداقل سعی میکنیم هر روز یا فوقش یه روز در میون ویدیو بذاریم و به همین دلیل ما نیاز به ایده داریم. حتما ایده‌هاتون تو بخش کامنت ها بگین و من ازشون استفاده میکنم و ویدیوشو برای شما میگیرم. از تا ویدیوی بعد خدا نگهدار.